حضرت سلیمان قومشو جمع کرد، برای طلب باران به صحرا می رفتن. رسید به یک مرچی که خودشو به پشت انداخته، صورتش به آسمانه، دعا می کرد. میدونه دعای این مرچی چه بود؟ در مسیرش دید که مرچی ناچیز خودشو به پشت انداخته روی خاک، سر به آسمان میگه اللهم انا خلق من خلقک. حضرت سلیمان مات و مبهوت شد، به قوم گفت بیستید، چه داره میگه؟ این مورچه خودشو به پشت انداخته رو خاک، میگه اللهم انا خلق من خلقک. بارالله پروردگارا، ما گروهی از خلق تو هستیم. دنبالش اول اعتراف به بندگی در مقابل عظمت خداوند. حالا دوم چی میگه این مورچه؟ لیس بنا غنی عن رزقک. خدایا ما بی نیاز از روزی تو نیستیم، محتاج روزیت هستیم. گریه یک مورچه را بشنوید که این نبی الله صداشو فهمید و شنید. مورچه میگوید که علما برامون فرش کردن، مواظبیم که این گوشه شلوارمون رو خاک ننشینه. اگر این گوشه فرش کمی جا به جا شد، تو نماز استسقا آمدیم دستمون به شلوارمون که خاکی نشی. اگر شانه سرمون کمی خراب شد، دوباره ما بندی از امتی از امتان تو، بندی از بندگان تو، خلقی از خلق تو. خدایا ما بی نیاز از روزی تو نیستیم، روزی به ما بده، آب به ما بده. حضرت سلیمان رو کرد به قوم، گفت بر بگردید که خدا به شما باران میده، اما با دعای غیر شما، به دعای غیر شما، به دعای یک مورچی. در روایات وارد شده که خداوند فرموده که اگر بندی من دستشو بلند کرد 3 بار گفت یا الله، همه با هم بگیم عزیزان، یا الله یا الله یا الله انا خلق من خلقک. دعای مورچه، ما بندگانی از بندگانت هستیم یا الله. ما بی نیاز از رزق تو نیستیم یا الله. ما بی نیاز از رحمت تو نیستیم یا الله. خدایا ما را به خودمون وامگذار یا الله. خدایا بارانی بر دلهای ما نازل بکن که درون ما رونق بگیرد. خدایا به داد دلهای ما برس که دلهای ما مرده، نه زمینها. درون ما خشکیده یا الله. خدایا بارانی بر دلها و افکار ما بریز و به داد دلها نیتهای ما، به داد افکار ما را تصویب فرما. ما در ابتدای سال جدید 1432 هجری هستیم. امروز روز 2 و 3 سال هجری، سال 32. اللهم یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا، دعای بابا آدم و ما و حوا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. خدایا محتاج رحمتت هستیم. بعد از اینکه درون ما را شستید پروردگارا، بعد از اینکه درون ما را شستید پروردگارا، بعد از اینکه درون ما را شستید، باران رحمت مادی خودت را بر ما ببار. چون همه جا خوش شده، آبها عمیق شدند، چراگاه ها کم شدند، بندگان تو نگرانند. خدایا اینایی که میبینید 90%شون 2-3 روزی که روزه هستند، امروز با دهان روزه آمدن. خدایا صندوقی برای بیماران تالاسمی و سرطانی و کلیوی گذاشتند. خدایا عجله‌ای برای رفتن ندارند. خدایا اگر تو اونها را بیامرزی و استغفار توبهشون رو قبول بکنید، مشکل باران ندارند. مشکل این که دلشون خشکیده شده، توکل و ایمانشون و یقینشون و عقیدشون ضعیف شده و اخلاصشون خدشه‌دار شده و مسیر قلبشون منحرف شده. خدایا به این جمع نیازمند رحم بفرما. از خانه هاشون به این بیابان آمدن. تو خودت گفتی اگر بنده من دستشو بلند کرد 3 بار گفت یا الله یا الله یا الله. تو خودت گفتی که من شرمم میاد که دست بندم و خالی بر بگردونم. خودت گفتی ادعونی استجب لکم.
خدایا ما نیازمند و درمانده و بیچاره و فقیر هستیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، همه شما فقیر به درگاه خدا هستید. یکی از آداب استسقا متوسل شدن به دعای صالحین هست در حیاتشون. پیامبر صلی الله علیه وسلم روی منبر خطبه می‌خوندن. یک دفعه اعرابی در جمع بلند شد و خطبه آن حضرت رو قطع کرد. گفت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هلک العباد و البلاد، همه هلاک شدن. دعا بفرما. خطبهشو قطع کرد، دستشو بلند کرد، اونقدر دستشو لرزوند و گریه کرد که سپیدی زیر بغلش نمایان شد. هنوز دستشو پایین نیاورده بود که ابری کل مدینه رو در بر گرفت و بارندگی شروع کرد و همینجور ادامه پیدا کرد تا هفته بعد. دوباره روی منبر بود خطبه میخوند. دوباره همون اعرابی آمد تو جلسه، گفت یا رسول الله دعا بکن تا باران بند بیاید، قطع بشود، هلک العباد و البلاد. این دفعه دیگه چه؟ از شدت بارندگی سیل راه افتاده، عباد و بلاد همه هلاک شدن. پیامبر دوباره دستشو بلند کرد، گفت اللهم حوالینا ولا علینا، خدایا از سر ما بلند کن ببر تو اون تپه ها و اون جاها و جاهای دوردست. بارندگی قطع شد و حضرت عمر رضی الله عنه بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم، حضرت عباس عموی پیامبر مستجاب الدعا بود، میرفت پیشش میگفت یا عباس، ای عباس، ما در حیات پیامبر صلی الله علیه وسلم اگر دچار قحطی می شدیم به دعای پیامبر ما متوسل می شدیم به درگاه خداوند، باران به ما میداد. الان دیگه پیامبر نیست که دعا بکند. ای عباس به دعای تو متوسل می شویم که به درگاه خدا دعا بکنید تا خدا باران بدهد. که ما متوسل شدیم به یکی از کم سن و سال ترین بچه های عزیزمون آمد برای ما شما دعا کرد. قبل از اینکه نماز استسقا خونده بشود 2 رکعت نماز مثل نماز عید، خطبه هم بعد از نماز می نشینیم تا آخر خطبه همدیگر رو حلال بکنید. اگر 2 نفر تو این جمع باشن که به هم پشت رو هستن، با هم قهرن، اگر نمامی در این جمع هست که از رونق جامعه اسلامی خوش نمی شود، اگر تارک الزکاتی در این جمع هست، اگر فرزندی که بی احترامی به پدر و مادرش کرده، اگر ظالمی که به فقیر ظلم کرده، اگر بدهکاری که حق طلبکارش رو پرداخت نمی کند و متمکنم هست، اگر زن و مردی که بی احترامی به هم کردند، اگر مردی که در حق خانواده و اولادش بی حرمتی می کند، اگر شریکی که به شریکدارش خیانت کرده، اگر معلمی و عالمی که در حق بندگان خدا و شاگردان و طلاب کوتاهی کرده، اگر شیخ و عالمی که معصیت خدا می کند، همه باید توبه بکنن، همه باید استغفار بکنن. یک صفحه جدید، یک پرونده جدید. اینگه فرمانداری مدارس رو تعطیل کردن، بچه ها را آوردن، این اطفال معصوم که برای ما دعا بکنن. نیروی انتظامی راهنمایی و رانندگی، شهردار محترم که تصدیح این محل و امکانات و حتی آب برای وضو گرفتن آورده، تانکر آب.